سلام دوستان، به رسانه دکتر سلام خوش اومدین. تو این ویدیو میخوایم 12 مدل از قرص هایی رو که با کمک اونها میتونید از بارداری ناخواسته جلوگیری کنید و بهتون معرفی کنیم. لطفاً قبل از هر چیزی این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا بتونیم ویدیوهای بیشتری براتون تولید کنیم. ما قرص های ضد بارداری رو با توجه به ترکیبات شیمیاییشون به 6 گروه مختلف تقسیم کردیم که در ادامه بهتون معرفی میکنیم. گروه اول قرص LD و قرص HD هستش. این دو قرص از نظر ترکیبات یکی هستند و تنها از نظر دوز به کار رفته متفاوتند. قرص HD دوزش 2 برابر قرص LDه. هر بسته از این قرص ها حاوی 21 عدد قرصه. نحوه مصرف LD به این صورته که باید اولین قرص از روز سوم تا پنجم پریودی شروع بشه، 21 عدد رو مصرف کنید و 7 روز قرص نخورید و بدون توجه به شروع خونریزی بسته دوم رو از روز 8م شروع کنید. توجه داشته باشید قرص باید پیوسته مصرف بشه و نه دل بخواهی و 1 ماه در میون. همچنین این روش مناسب افرادیه که تازه ازدواج کردن و یا قاعدگی نامنظم و دردناکی دارن. عوارضی مثل تهوع، استفراغ، سردرد بعد از 2 تا 3 ماه از بین میره و جای نگرانی وجود نداره. گروه دوم قرص‌های ضد بارداری یاسمین، روکین، کنتراسمین و دروسپیل هستش. قرص یاسمین به صورت قرص 28 تایی شامل 28 قرص فعال به علاوه 7 قرص بی اثره و همچنین بسته‌بندی 21 عددی داره. نحوه مصرفش به این صورته که روزی 1 عدد از روز اول قاعدگی تا روز 21 مصرف کنید. بعدش 7 روز قرص غیر فعال رو ادامه بدید که دارای رنگ متفاوتیه. مصرف این قرص های بی اثر در پیشگیری از بارداری کمکی نمیکنه، اما به جایگزینی استروژن میتونه کمک کنه. قرص روکین، کنتراسمین و دروسپیل. نحوه مصرف هر 3 قرص مشابه یکدیگره و هر 3 قرص در بسته‌بندی‌های 21 عددی در داروخانه ها به فروش میرسن. این قرص ها به این صورت که از روز اول قاعدگی 21 شب شبی 1 عدد مصرف کنید. سپس 7 روز فاصله تا شروع بسته‌بندی جدید صبر کنید. اگر بخوام از ویژگی قرص های گروه دوم براتون بگم، باید بگم که مکانیسم اثر قرص ها مهار تخمک گذاری هستش. همچنین این گروه قرص ها در درمان آکنه و کاهش موهای زائد هم موثرن. ممکنه لکه بینی و خونریزی در مصرف دارو ایجاد بشه، اما طبیعیه و بدون توجه به اونها دارو رو مصرف کنید. گروه سوم قرص های ضد بارداری مارولین نام داره. به صورت بسته های 21 عددی موجودند و از روز 5 قاعدگی تا 21 روز بعد روزی 1 دونه مصرف کنید و بسته‌بندی رو 7 روز بعد از اتمام بسته قبل شروع کنید. نکات قابل توجه در مصرف قرص مارولین اینه که با فراموشی 1 یا 2 قرص نیازی به مصرف قرص اضافه نیست، اما در صورت قطع پریود بعد از 2 ماه به پزشک مراجعه کنید. گروه چهارم قرص های ضد بارداری بلارا و چاریوا هستش. هر بسته بلارا حاوی 21 قرصه. مصرف بلارا را باید از روز اول سیکل آغاز کرد، در صورتی که در دوره‌های قبل نوع دیگری از قرص ضد بارداری را مصرف کرده اید. می توانید مصرف قرص جلوگیری از بارداری بلارا را بدون مشکل آغاز کنید. 2 تا 4 روز پس از مصرف آخرین قرص بلارا خونریزی اتفاق میافته. 7 روز از قرص استفاده نکنید و سپس دوباره اون رو ادامه بدید. توجه کنید که نباید در 6 ماه اول شیردهی این قرص رو مصرف کنید، چون ممکنه تولید شیر قطع بشه. همچنین قرص باید منظم و در هر 24 ساعت مصرف بشه. گروه پنجم قرص های ضد بارداری قرص تریفازیک هستش. این قرص هم به صورت بسته 21 عددیه. روز اول قاعدگی شروع به مصرف می کنید، سپس 7 روز توقف و بعد شروع مجدد در روز 8م. توجه داشته باشید که تاثیرات جلوگیری 1 هفته بعد از مصرف بروز میکنه. این 1 هفته از روش دیگری استفاده کنید. گروه ششم قرص‌های ضد بارداری دیان یا سیبترون کامپاند هستند. این داروها ترکیبات مشابهی دارند و حاوی استروژن و پروژستین هستند. در واقع ضد آندروژن و ضد بارداری هستند.
از روز 5 قاعدگی روزانه یک قرص به مدت 21 روز مصرف کنید، سپس به مدت 1 هفته مصرف دارو را قطع کنید و بعد از آن دوباره همین برنامه مصرف را دنبال کنید. در صورت بروز وقفه در قاعدگی، ابتدا باید مطمئن بشید که باردار نیستید و بعدش دوره بعدی مصرف رو شروع کنید. قرص‌های کلایرت، اتیسترون و دافنه هم توی این گروه قرار دارن و نحوه مصرفشون مشابه قرص دیانه. اگه از دیدن این ویدیو لذت بردید، همین الان اونو لایک کنید و همچنین کانال ما رو سابسکرایب کنید تا بتونیم ویدیوهای بیشتری براتون تولید کنیم.